سیدنا عمر رضی الله تعالی آخرین لحظات زندگی خودش در محراب نبی خنجر خورد. با همین وجود عبدالرحمن بن عوف جلو رفتن، نماز رو کامل کردن. بعدن سیدنا عمر رضی الله تعالی رو به خانه رسوندن و همش عمر سوال میکرد نماز چه شد؟ نماز چه شد؟ آیا نماز خوانده شد یا نشد؟ اونها گفتن بله الحمدلله نماز ادا شد. خود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیهوش می شدن و به هوش می آمدن و نهایتا تا نماز نخواندن آرام نگرفتن و فرمودن کسی که نماز نخوانه هیچ سهمی در اسلام نداره. نماز رو ضایع نکنیم و مورد نکوهش قرار نگیریم. نماز رو با کمالش بخونیم، با جماعت بخونیم، نماز رو با خشوع و خضوع بخونیم، نماز رو با توجه الی الله بخونیم. نماز اولویت اول زندگی ما باشه و در هیچ حالتی، در هیچ معرکه‌ای نماز رو ترک نکنیم.